و ناگهان با سرعتی باور نکردنی از حجره آب بیرون اومد و توی یک چشم به هم زدن روبروی من ایستاد و گفت ما قصد آزارت رو نداشتیم و نداریم، پس بهتره با حرفات ما رو عصبانی نکنی. و جوری دندونهای تیزشو نشونم داد که با لکنت زبون گفتم من که حرف بدی نزدم. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من سوگلم و خیلی خوش اومدین به یک روایت دیگه از کانال بایگانی وحشت. اسم من علی اصغره، بچه خوزستانم. الان که دارم این حرفا رو میزنم 30 و چند سالمه، ولی ماجرایی که قراره تعریف کنم برمیگرده به حدود 20 سال پیش، زمانی که هنوز خیلی چیزها رو نمیفهمیدم و خیال میکردم دنیا فقط همون چیزیه که با چشم دیده میشه. وقتی که عموی خدا بیامرزم هنوز در قید حیات بود، ماجرای عجیبی از زندگی خودش رو برای من تعریف کرد. تا حدودی برام قابل باور بود، چون بالاخره با شواهد و حدسیات اطرافیانمون همخوانی داشت. منم به خاطر همین حدسیات به سراغش رفتم. از زمانی که بچه بودم و یادم میاد پدرم و عموم همیشه خدا سر زمینای کشاورزی آب و اجدادی خودشون بحث و جدل داشتن. هر وقت که بحثشون بالا میگرفت پدرم با عصبانیت به خونه برمیگشت، کلی هم زیر لب غرغر میکرد. بعد پیش خودش میگفت کمال جنی هم برای ما آدم شده، تا دیروز دلاک مردم بودا، حالا زبون باز کرده. الحق که وقتی جنا میگیرنش دیوونه میشه. اون زمان از این که پدرم عمومو با لقب کمال جنی صدا میزد خیلی برام عجیب بود. اونم نه یه بار، بلکه بارها و بارها این لقبو بهش داده بود. منم بچه بودم و کنجکاو، برای همین از مامانم پرسیدم، ولی مادر من راجع به این مسئله‌ای که پرسیدم ازش همه چیزو انکار میکرد. میگفت این مسئله به ما ربطی نداره، پدرت هر وقت عصبانی میشه از این حرفا زیاد میزنه. ولی من هرچی بزرگتر شدم شایعات راجع به عموم بیشتر میشنیدم، تا جایی که خیلی از اقوام و فامیلای ما هم زیرکی در مورد عموم و ارتباطش با اجنه صحبت میکردن. البته که همه اینا حرف بود و هر کسی برای خودش یه داستان عجیب الخلقه‌ای تعریف میکرد، ولی همین حرفا حسابی منو کنجکاو کرده بود و یک روز تصمیم گرفتم با عمو که رابطه خوبی هم باهاش داشتم در این باره صحبت کنم. البته عمو کمال آدم سرشناسی بود و با اینکه از قدیم الایام حمام عمومی داشت، ولی تو جا انداختن مفاصل و شکسته بندی زبون زد خاص و عام بود. من حدوداً 19 سالم بود، پر جنب و جوش و فعال کار میکردم و از هر طریقی که میشد خرجمو در می آوردم. یه روز رفتم خونه عمو تا ضایعاتشون رو ازش بگیرم و ببرم بفروشم. آخه اون سالا به جای اینکه درس بخونم تو کار خرید و فروش ضایعات بودم. البته که درآمد خوبی هم برام داشت و یه جورایی خودم هم نمیخواستم دست از این کار بکشم. کنار هموم نشستم و از هر دری با هم دیگه صحبت کردیم، تا اینکه بالاخره حرف دلم رو به زبون آوردم. ازش پرسیدم این شایعاتی که پشت سرت میگن درسته عمو؟ عمو کمال آدم خونسردی بود. نمیفهمیدم منظور پدرم از اینکه کمال جنی میشه و دیوونه بازی در میاره چیه. سوالمو که پرسیدم لیوان چاییشو خورد کشید و گفت کدوم حرفا پسرم؟ صدامو صاف کردم و گفتم حرفایی که قابل باور نیست، اما وقتی از زبان بزرگای فامیل شنیدم خب نمیتونستم بی تفاوت باشم. میگن تو با اجنه در ارتباطی،
اما کمالم یه خنده بلندی سر داد و بعد گفت که بگم اشتباه میکنن. خب دارم دروغ میگم. اگه بگم حرفاشون درسته بازم دروغه. من که از جوابش کلافه شده بودم گفتم خب حقیقت رو بگو. کنجکاو شدم و میخوام بدونم. اون روز شاید به خاطر رابطه خوبی که باهاش داشتم سفره دلش رو برام باز کرد. گفت علی اصغر تو مثل پسر خودمی، چه بسا عزیزتر. حرفایی که اینجا میشنوی تا روزی که من زنده ام نباید جایی بازگو کنی پسرم. البته خیلیا میدونن ماجرای زندگی من چی بوده، ولی تا الان خودم اعتراف نکردم. امیدوارم تو هم حرفی از زبون من به کسی نزنی. ماجرای من برمیگرده به خیلی سال پیش، وقتی که تازه وارد 17 سالگی شده بودم. پدرم خدا بیامرز سکته کرد و از دنیا رفت. ما بچه هم همگی یتیم شدیم. خرج و مخارج زندگیم حسابی سنگین شده بود. پدرم دلاک بود. صاحب همین حموم عمومی بود. با اینکه مشتریای کمی داشت، اما خرج زن و بچه‌ش رو در می آورد. بعد از فوتش من و پدرت حموم رو دست گرفتیم تا یه لقمه نون ازش در بیاریم. البته 2 خواهرم اون زمان رفته بودن سر خونه زندگی خودشون. ما 2 نفر مونده بودیم و مادر بزرگت. حدوداً 1 ماهی حموم رو چرخوندیم، اما همچنان مثل الان آبمون با هم توی یه جوب نمی رفت. به همین خاطرم پدرت از شراکت حموم عمومی جدا شد و سهم زمینای کشاورزی پدری رو گرفت و سهمش رو به خودم فروخت. رفت تهران دنبال کار و کاسبی. من پول زیادی نداشتم، ولی با فروش طلاهای مادرم و مقدار پول نقدی که داشتم تونستم زمین‌هایی که سهم کریم بود و ازش بخرم. البته بماند که بعد از گذشت چند سال اومد و ادعای ارث پدری کرد. منم از سر دلصافیم نیمی از زمینا رو بهش سپردم تا کشت کنه. بعد از رفتن کریم من موندم و یه مادر و یه حموم ارثی و زمینایی که سعی می‌کردم ازشون پولی در بیارم، اما بیفایده بود. از طرفی علاقه من به پدرم باعث شد حس مسئولیت بیشتری نسبت به حموم داشته باشم و کارمو خوب انجام میدادم. توی حموم همیشه آب داغ و لیف و حوله تمیز آماده بود. از بهترین صابون‌ها با بوی گل که دستساز مادرم هم بود استفاده می‌کردم. دلاکی هم بلد بودم. کارمو خوب انجام میدادم. همین باعث شد تو کمتر از 1 سال حسابی اسمم بین مردم بلند شد و هر کسی دلش میخواست 1 بار هم که شده سری به حموم من بزنه. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه یک شب اتفاق خیلی عجیبی افتاد. پاییز بود، ساعت از 8 شب گذشته بود و اونقدر حموم تمیزکاری داشت که مجبور شدم تا دیر وقت بمونم. وقتی که کارا رو انجام دادم میخواستم از حموم بیرون بزنم، یهو دیدم 3 نفر جلوم ظاهر شدن. 3 تا مرد بلند قامت با چهره‌های تقریباً یکسان، پوستی سبزه و سیبیلای چخماقی و بلند با چشمای وحشی و خیلی ترسناک. ولی عجیبتر از همه چیزشون لباسای بلند و یکسرشون بود که شبیه به لباسای عربی بادیه نشین بود. اخمی به ابرو آوردم و گفتم حموم تعطیله، فردا بیاید. یکی از اون 3 نفر جلو اومد و گفت ما از راه دوری اومدیم، خیلی خسته ایم. اجازه بده یه آبی به تنمون بزنیم حالمون جا بیاد. با اینکه من از ته دلم راضی نبودم، اما جرأت نگفتن هم نداشتم. فکر این که
با 3 مرد هیکلی جر و بحث کنم و بخوام اعصابشونو به هم بریزم فکر خوبی نبود. از سر ناچاری باشه‌ای گفتم و رفتم که آبو گرم کنم. وقتی که برگشتم دیدم توی حوضچه آب سرد با تنی نیمه عریان نشستن. همین که سطل آب داغ رو توی دست من دیدن فوری به حرف اومدن. گفتن ما به آب داغ نیازی نداریم. با آب سرد بیشتر سرحال میشیم. بهتره که اون سطل رو سمت ما نیاری. منم با تعجب بهشون خیره شده بودم که چطوری توی اون سرما وسط حوضچه آب سرد دارن حمام میکنن. به هر حال کار من که راحت‌تر میشد. باز هم یه باشه‌ای گفتم و آب داغ رو یه کناری گذاشتم. حدود یه نیم ساعت بعد کارشون تموم شد و لباس پوشیدن و آماده رفتن بودن. اما وقتی که رفتن هیچ مبلغی به هم پرداخت نکردن. با اینکه نونم از این حموم در می اومد اما دلم براشون سوخت. با خودم گفتم لابد مسافرن، پولی نداشتن که بدن. اون شب گذشت. صبح روز بعد که جمعه بود به حموم رفتم و حموم رو باز کردم تا بلکه شاهد سیل عظیمی از مردم باشم. آخه غسل جمعه باعث می شد همه به سمت حموم هجوم بیارن. اتفاقاً روز شلوغی بود و تا نیمه های شبم مشغول رد کردن مشتریا بودم. با رفتن مردم و خلوت شدن حموم مشغول تمیزکاری بودم تا بعد از یه روز کاری خیلی شلوغ خسته و کوفته برگردم خونه. اما قبل از اینکه از حموم خارج بشم دوباره سر و کله اون 3 مرد پیدا شد. دست به کمر به حالتی طلبکارانه ایستادم و گفتم حموم تعطیله، فردا بیاین. دوباره یکیشون که از اون 2 نفر یک کمی قورچماق‌تر بود اومد جلو. با صدای قره‌ای گفت علی اصغر، میخوام چیزی بهت بگم. اسم ما 3 نفر برغوش و تبریم و مظهره. ما از طایفه نسناس هستیم. غریبه نیستیم. آشنا هم نیستیم. اجازه بده شبها بیایم و کمی اینجا آبتنی کنیم. با اینکه اولش عزممو جزم کرده بودم ولی باز هم مثل شب قبلی ترس سر تا سر وجودمو گرفت. آخه هم تون صداش و هم اسمایی که گفته بود عجیب و غریب بود و من با دیدن این صحنه جرأت نگفتن نداشتم. اون شبم با آب سرد آبتنی کردن و رفتن. به مدت 7 شب پشت سر هم تا شبی که ماه کامل شد این 3 مرد اومدن و حموم کردن تا اینکه اون شب اتفاق عجیب تری افتاد. ماه کامل توی آسمون می درخشید و میخواستم اون شب حمام رو زودتر ببندم. آخه اون زمان اعتقادات به شدت پابجا بود و مادر من همیشه میگفت که شبی که ماه کامله نباید زیاد بیرون بمونی چون ممکنه با موجوداتی روبرو بشی که به چشم هر کسی نمیان. منظورش اجنه و شیاطین بود. به محض غروب آفتاب همه مشتری ها رو رواج دادم و میخواستم برگردم خونه که باز هم همون 3 مرد پیداشون شد. حس میکردم این بار یک کمی چهرهشون متفاوت شده و انگار زشت‌تر از قبل بودن، اما هرچی سعی میکردم تفاوتشون رو با شبهای قبلی پیدا کنم بیفایده بود. به ناچار باز هم از سر همون ترس همیشگی و نگفتن بهشون اجازه ورود دادم. ولی همون اول کار هشدار دادم که امشب میخوام زودتر در به حموم رو ببندم، پس کارتون رو سریعتر تموم کنید. خوشبختانه نیازی به آب گرم هم که ندارید. همونطور که لباسشون رو در می آوردن و وارد حوضچه آب سرد می شدن، یکیشون برگشت و نگاه هم کرد و گفت درسته که ما نیازی به آب گرم نداریم و تو هم هیچ وقت از خودت نپرسیدی که چرا؟ حرفی که زد کاملا درست بود و اون نگاهش رعشه عجیبی به تنم انداخت. انگار که بوی ترسم به مشامشون رسیده بود.
توی سکوت سرمو پایین انداختم و خودمو مشغول تمیز کردن حوله ها نشون دادم، جوری که انگار حرفشون رو نشنیدم، ولی گویا از ترس من لذت می بردن. و یکیشون دوباره گفت یعنی هیچ وقت از خودت نپرسیدی؟ نه، تو پسر ساده دلی هستی. حرفش به هم برخورد، خیلی هم برخورد. با عصبانیت به سمتشون برگشتم و گفتم آره دیگه، ساده دلم که هر شب میذارم بدون پول بیایید و حموم کنید. فکر میکردم با این کارم یک کمی به خودشون بیان، ولی یهویی هر ستاشون با همدیگه زدن زیر خنده. خنده های بلند و شیطانی. صدای خنده هاشون توی حموم میپیچید، میرفت روی مخم. خودم رو جمع و جور کردم و گفتم کجای حرف من خنده دار بود؟ یکی از اونا با دستش به اون کسی که بغل دستش بود اشاره کرد. گفت که از حرف برغوش ناراحت نشو علی اصغر. میگه که پسر ساده دلی هستی. آخه تو حتی به اسمای ما هم شک نکردی. مشخصه که چیزی از ما و از دنیامون نمیدونی. بهت گفته بودیم که ما از قبیله نسناس هستیم، قبیله‌ای که نیمه انسان و نیمه جن هستند. البته که تو نمیتونستی مانع ورود ما بشی. ما قدرت‌هایی داریم که از اجداد جنیمون به ارث بردیم و همینطور چهره و هیبت شکل انسانی داریم. چهره‌ای که از مادران انسانیمون به همون ارث رسیده. ما 3 نفر برادر هستیم و اسمهای ما رو هم میدونی. من مظهر هستم. ما تو رو دوست خودمون میدونیم. اگرچه با شنیدن حرفاشون شوکه شده بودم و میترسیدم، ولی خودم رو جمع و جور کردم و گفتم شاید هم دارین این حرفا رو میزنین که شبها با خیال راحت از این حموم استفاده کنید و هیچ پولی پرداخت نکنید. با این حرفم ناگهانی برغوش از جاش بلند شد و چهرهش رو توی هم کشید و گفت ما از دروغ متنفریم. و ناگهان با سرعتی باور نکردنی از حجره آب بیرون اومد و توی یک چشم به هم زدن روبروی من ایستاد و گفت ما قصد آزارت رو نداشتیم و نداریم. پس بهتره با حرفات ما رو عصبانی نکنی. و جوری دندونهای تیزش رو نشونم داد که با لکنت زبون گفتم من که حرف بدی نزدم. مظهر که از حجره آب اومد بیرون دستش رو روی شونه برغوش گذاشت و گفت کافیه برغوش، بهتر دوستمون رو بیشتر از این نترسونیم. و بعد رو به من گفت ازت ممنونیم که اجازه دادی توی حمومتو آبتنی کنیم. ما هر سال توی زمان خاصی از آب سرد انرژی میگیریم تا بتونیم عمر طولانی تری داشته باشیم. بهت که گفتم ما از قبیله نسناس هستیم و نیمه انسان. به همین دلیل نسبت به سایر جنیان عمر کوتاه‌تری داریم و باید این کار رو انجام بدیم. با نشستن توی حجره آب سرد ما انرژی لازم رو دریافت می‌کنیم، کاری که خیلی از انسان‌ها اون رو سرسری و بیفایده می‌دونن. البته که در ازای این کار مزد خوبی هم به تو میرسه. ما عادت نداریم خوبی رو فراموش کنیم و بی پاداش بگذاریم. اگرچه حرفهای مظهر ظاهراً دوستانه بود، ولی همچنان ترس سر تا سر وجودم رو فرا گرفته بود، جوری که دست و پام بی اختیار می لرزیدن. بهش گفتم هر وقت که خواستید بیاید اینجا و حمام کنید. من چیزی در ازای این کار از شما نمیخوام. فقط زندگی من رو مختل نکنید. مظهر با شنیدن حرفهای من چشماش برق افتاد. برق عجیب. با خوشحالی رو به برادراش گفته بودم هنوزم انسانهای خوب پیدا میشن. و دوباره به من نگاه کرد و گفت امکان نداره کسی به ما محبتی کنه و ما زیر بار دینش بمونیم.
به همین خاطر علمی رو بهت یاد میدیم که هزاران بار بیشتر از این حمام برات رزق و روزی داشته باشه. با این حرف مظهر طمع به وجودم سرازیر شد و این بار با دقت بیشتری به حرفاش گوش میکردم. جوری با دقت که انگار نه انگار 3 جن روبرون وایستادن. سوالی که اون لحظه از ذهنم گذشت این بود: یعنی چی میخوام بهم یاد بدن؟ که یهویی مظهر گفت تو میتونی بهترین بیتال این شهر بشی. ما علم استخوان شناسی و شکسته بندی رو بهت یاد میدیم. میتونی بعد از یادگیری این علم بیمارهای زیادی رو شفا بدی. دست و پاهای آسیب دیده رو جا بندازی و استخوانهای شکسته رو ببندی و مفاصل آسیب دیده رو ترمیم کنی. اون لحظه مظهر از چنان الفاظ علمی و پزشکی صحبت میکرد که من مثالش رو از دهن هیچ دکتری هم نشنیده بودم. از علم و دانشی که اون موجود داشت متعجب بودم و اون لحظه چنان تحت فشار بودم که حس میکردم باید همین الان انتخاب کنم. البته حس ترس زیادی که از اون 3 برادر داشتم باعث می شد در قبال خواسته هاشون و حتی پیشنهاداتشون نتونم نبگم. اون 3 نفر لباسشون رو مثل هر شب پوشیدن و من ساکت ایستاده بودم. وقتی که می رفتن مظهر به سمت من برگشت و گفت آموزش تو از امشب و در عالم رویا انجام میشه. از همون شب خوابهای من شروع شد. البته نمیتونم در این باره زیاد وارد جزئیات بشم، ولی اونها این کار رو در عالم رویا جوری به من آموزش دادن که در دنیای انسانها ندیده بودم و خیلی زود تمام مشکلات و راه درمان مفاصل رو یاد گرفتم. من که حتی سواد درست و حسابی نداشتم، آموزش‌های مظهر جوری توی مغزم حکاکی شده بود که به هیچ عنوان حرفاشو فراموش نکرده بودم. مدتی بعد از اون اتفاقات شنیدم که پسر همسایه از روی دیوار افتاده و دستش خیلی درد میکنه. به خونه‌شون رفتم و با دیدن دستش متوجه شدم که از ناحیه کتف در رفته. به قدری دستش راحت و روون جا افتاد که همه انگشت به دهن خیره بودن. بعد از چند لحظه دستی که مثل چوب خشک شده بود رو بالا پایین کرد و اون بچه با خوشحالی از جا پرید و در حالی که فریاد میزد دستم خوب شد، دستم خوب شد، به سمت حیاط خونه رفت تا بازی کنه. از اون به بعد هر کسی توی محله بلایی سر دست و پاش میومد سریع خودش رو به من میرسوند. اوایل کارم پولی از کسی نمیگرفتم چون هنوز از خودم مطمئن نبودم و از طرفی توی حموم کار میکردم. کم کم اسم و آوازه من توی شهر پیچید و اون زمان اسمم رو کمال بیتال گذاشته بودن. خیلی ها هم که دکتر رفته بودن و درمان نشده بودن وقتی که دست و پاشون رو جا مینداختم منو دکتر صدا میزدن. البته من از این لقب زیاد خوشم نمیومد چون من علمم و جای دیگه خونده بودم و همون کمال بیتال رو بیشتر دوست داشتم، تا اینکه سرم به حدی شلوغ شده بود که دیگه وقت رسیدگی به حموم رو نداشتم. یادم نیست که دقیقاً چند سال در حموم بسته بود، اما یه شب وقتی که ماه کامل بود انگار ندایی توی گوشم گفت که امشب یه سری به حموم عمومی بزنم. وقتی که در رو باز کردم و وارد شدم با همون 3 برادر روبرو شدم. آبتنی کرده بودن و در حال پوشیدن لباس بودن. سلام کردم و خندیدم. گفتم این مدتی که در بسته بود شما راحت وارد می شدین، درسته؟ مظهر خندید و گفت ما برای ورود به اینجا نیازی به کلید نداریم، ولی اجازه تو رو لازم داشتیم که اون رو قبلا گرفته بودیم.
امشبم صدات زدیم به اینجا بیای تا ازت خداحافظی کنیم. همونطور که میدونی امشب ماه کامله و آخرین شبیه که همدیگر رو میبینیم. توی این مدت از حمام تو برای بالا بردن انرژیمون استفاده کردیم و ازت ممنونیم که اعتماد کردی و اجازه دادی که در زندگی دخیل باشیم. این آخرین دیدار ماست و قرار نیست که دیگه هرگز همدیگر رو ببینیم. با شنیدن حرفاش حس و حال عجیبی بهم دست داده بود. فکرشو نمی کردم. خداحافظی با اجنه‌ای که همه مردم از اونها فرارین برای من باعث دلتنگی بشه. پشت سرشون از حموم بیرون رفتم و تا وقتی که از دیدم پنهون بشن براشون دست تکون میدادم و خداحافظی میکردم. البته من پشت سرم رو نگاه نکرده بودم و یکی از اهالی محل که توی کوچه ایستاده بود با تعجب به من خیره شده بود که چجوری با افرادی که دیده نمیشن دارم خداحافظی میکنم. وقتی که برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم اون شخص رو دیدم که چجوری مثل چوب خشک شده بود. ترجیح دادم چیزی نگم و در حموم رو بستم و به خونه رفتم. ولی از همون شب شایعه ها پشت سر من شروع شد. حرفایی که میزنن و خودت هم خیلی از اونا رو شنیدی. با اینکه من سالیان زیادیه که دارم درد مردم رو درمون میکنم، اسم کمال جنی روی من مونده و تو هم یادت باشه که قول دادی در این باره حتی با پدرت هم صحبت نکنی. با اینکه از شنیدن حرفای عمو کمال حسابی متعجب شده بودم، با اشاره سر حرفاشو تایید کردم و گفتم چرا با وجود این همه مال و منالی که داری و خوشبختانه از شغلت هم درآمد زیادی داری، بازم سر زمینای کشاورزی با پدرم جنگ و دعوا میکنید؟ عمو کمال یه لبخندی زد و یه کمی فکر کرد. گفت از تو چه پنهون که خیلی وقت این فکر توی سرم جا خوش کرده. به خودم میگم بیام همه زمین ها رو به پدرت ببخشم و به این دعوای چند ساله خاتمه بدم، ولی موقعیتش پیش نیامد. از طرفی نمیخواستم از حق خودم هم پا پس بکشم. 3 ماه بعد از اون ماجرا عمو کمال اومد خونمون. در حالی که جعبه شیرینی رو داد دست بابام گفت اگرچه خودت هم میدونی که چی بود و چی شد، ولی من از حق خودم میگذرم و همه زمین ها رو به تو میبخشم. از اون روز به بعد رابطه پدرم و عمو کمال حسابی خوب شده بود، ولی از اونجایی که عمو کمال میدونست پدر من فقط به خاطر زمین ها رفتارش تغییر کرده، زیاد حرفا و حرکتاشو باور نمی کرد. البته توی این مسئله خودم هم رفتار پدرم رو قبول نداشتم و از اینکه به خاطر مقداری زمین اینجوری برادرش رو سالهای سال از خودش دور نگه داشته بود و این حرفها رو پشت سرش میزد، رفتارش رو تایید نمی کردم. زمانی که پدرم زمین هاشو به عمو کمال فروخت و رفت تهران، دیگه هیچ زمینی نداشت. اما وقتی برشکست شد و برگشت، ادعای ارث و میراث کرد. عمو کمال به خاطر اینکه بینشون بحث نشه، باز هم نصف زمین ها رو بهش داده بود. ولی پدرم به جای قدردانی اونجوری باهاش رفتار میکرد. چیزی که من از بیرون توی این ماجرا میدیدم این بود که عمو کمال به خاطر همنشینی با اجنه اونقدر پخته و بی‌نیاز شده بود که دیگه مال دنیا براش هیچ ارزشی نداشت. وگرنه چرا به خاطر یه حرف من اینجوری باید زمین‌ها رو به پدرم میبخشید؟ حالا که سالهای زیادی از فوت عمو کمال گذشته، رفتارش و مهربونیش توی خاطرم مونده. تا زمانی که زنده بود همیشه بهش سر میزدم و همونجوری که بهش قول داده بودم از ماجرایی که برام تعریف کرده بود به کسی حرفی نزدم.
خب بچه ها، اینم از داستان امروزمون. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. اگر دوست داشتید این سبک ویدیوها ادامه پیدا کنه، با لایک و سابسکرایب کردن کانال به هم انرژی بدید. اگر شما هم خاطره یا داستانی دارید که دوست دارید توی قسمت‌های بعدی تعریف کنم، حتما برام بفرستید. میتونید از طریق دایرکت اینستاگرام، تلگرام یا حتی کامنت های همین ویدیو به دستم برسونیدش. منتظر داستان‌های شما هستم. تا روایت بعدی، خدا نگهدارتون.